به نام خداوند بخشاینده و مهربان. درود و سلام به خدمت همه شما دوستان و هموطنان گرامی. امیدوار هستم که در هر کجا و در هر گوشه این گیتی پهناور باشید، موفق و سلامت باشید. دوستای عزیز، امروز 31 سرطان سال 1405 کار در منطقه شاکور بالا ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی همچنان ادامه دارد. دوستای عزیز، این مردم های چوچان و شاکور سال گذشته سرک از کوتل خوجنکپای آغاز کردند که این سرک برای فعلی شما در تصویر بینید ادامه کوتل خوجنکپای است که کوتل خوجنکپای سال گذشته کار شدن و موترهای باربری برای فعلی از اونجا بسیار با آسانی و براحتی عبور میکنه. منطقه شاکور بالا و شاکور پایین و همچنان منطقه چوچان در حدود 20 کیلومتر از سه قریه نیاز به تغییر نقشه داشتند که در حدود 9 کیلومتر منطقه شاکور پایین سال گذشته کار شدن و در حدود 11 کیلومتر از کار در منطقه شاکور چوچان برای فعلی باقی مانده. و این مسیری که برای فعلی میبینید کار جریان داره، این نقشش تغییر کرده. البته بالای از یک سرک کهنه وجود داره که این سرک 30 الی 35 سال پیش توسط جاقای صادقی ساخته شدن. البته با مرور زمانی از بین رفتن به جایش و بعض جاهایش هم نقشه نیاز به تغییر نقشه داشتن، شیب زیاد داشتن. در اینجایی که شما میبینید در منطقه شاکور بالاست که اینجی نقشه شده در حدود 1 کیلومتر از نقشه تغییر کرده و با اثر از که سرک قدیمی برای شیب بودن، یعنی یک جای نامناسب بودن، به همین لحاظ 1 کیلومتر از این سرک نقشش تغییر کردن و برای فعلی کار در اینجا جریان داره. سلام علیکم، چطوری؟ سلام علیکم. خوب هستید؟ خوبی؟ حالت خوب است؟ صحت داری؟ سلامتی بخیری؟ خسته کاربار نباشی؟ چطور هستی؟ سلامت باشید، جور باشید. چطور است کاربار؟ همیشه با بیل کلنگ یا نه؟ شکر. والله هم نمیشه، خیلی سخته دیگه. یک جا دیگه حالا که جا بیل کلنگ خیلی سخته. خب انشالله که شود. کار ناممکن هم وجود نداره. البته باز هم این ها بسیار سخت است دیگه، با بیل کلنگ تا جای امکان پذیر نیست. آره دوستای عزیز، دیگه مردم هر روزه بندای خدا دزی آب و دزی هوای گرم، دزی آفتاب سوزان در حال کار کردن است. سلام علیکم، چطوری؟ خدا رو شکر سلامت باش. سر حالی بخیر جان تجاره. چطور امروز کارا؟ کار شدن داره نه با بیل کلنگ؟ والله خوبه دیگه. بسیار چطور هستی؟ خوبی؟ خوبی جان جور بخیرید؟ سر حالی بخیر جان تجاره. چطور امروز کاربار؟ هست یک، خدا رو شکر هم در میگذره. خب چی تعداد وقت میشه که شما مصرف سرکاری؟ از 4 سال شروع نه، 4 سال. خب 1.5 سال میشه دیگه سرکار. 4 سال از شاکور شیونه بودیم، سال که از شاکور بله نمینجی شروع کرده. زمین هم خیلی خشک است، پیره خوب نداره، رام دور است، مجبوری کار کنی دیگه. کم کنی ایره شروع کرده یالی دیگه. داره دیگه شو تا خدا نظم کار نکنی کس دیگه آمده این سرک برای نظم شما کار نمونه. بله دوستا، دیگه کار اینجا به شدت ادامه دارد. کربلایی سلام علیکم، چطوری؟ سلام علیکم. حالت خوبه؟ سلامتی؟ سر حال جان تجاره است نه؟ سلامت باشی. چطور امروز کاربار؟ والله کار دیگه تیر میشه، مقصد سخت هست، خیلی سخت است. زمین خشک کرد و در گرمی زیاده. آره با بیل و کلنگ و برادر بازی جبل نه. کار سخته دیگه، سختی خود داره دیگه، چیکار کنی؟ بسیار خوب. آره باز غیر ممکن ناممکن هم نیه دیگه، چاره نیه بغیر از اینکه کار نکنی. کار اگر نکنی هم
سرک در موست باز کی میکن؟ توان ماست باید کار کنی دیگه اگر از توان بلوغ نمیشه کدام کمک کننده کدام خیرینی اگر پیدا شده گوی کمک شد کنه خوب اگر نشد مجبورید که زود گردشت کار کده بریدی آره بازم انشالله که توجه کنه خیرین دوستای نکندش مو که در این قسمت یک این کمک هم شده مقدار کمک شده و حالی هم ما چین دو میگم خیرینی محترم هستی ولی یک مقدار پول جمع آوری میشد که اسکاتور اینجا گرفته میشد درسته؟ این کوها با دیست خیرین نباشد ما به دیست با بیل کلنگ نمیشه جبل هیچ کار بسیار سخت است تا که اسکاتور وجود نداشته باشد متاسفانه کارم مردم مونه ولی از قدرت مردم خلاصه بیرون اینجا زمین خشک زمین هم خشکه آفتاب هم زیاده وقت کاری مردم